آقای رئیس جمهور بخورید و ببرید و بچاپید و هر کاری دوست دارید بکنید، اما به ما هم بدید. وقتی بلند میشید با افتخار و اقتدار و با اختلاف میرید 16 میلیون میدید رای به آدمی که اینجوری بیاد تو چشتون نگاه کنه بگه فکر کنید ما نیستیم، خودتون زندگیتون رو بچرخونید. آقای رئیس جمهور قرارت این بود تو مناظراتی که میومدی واسه مردم میگفتی آی مردم گوش چنده، آی مردم برن چنده، آی خونه چند بود چند شده ها. از وقتی که تو اومدی همه چی 1000 برابر شد. اما واقعا به اینجامون رسید آقای رئیس جمهور، دختر داره تو خونه باباش میترشه چون که جهیزیه نداره. ای خدا، پسر نمیتونه ازدواج بکنه چون نمیتونه هزینه زندگی رو متقبل بشه، نمیتونه خونه اجاره بکنه. آقای رئیس جمهور فکر کنیم نیستی، خب نیستی فردا استعفا بده بره بگیم نیستی. نمیشه که اونجا هستی میلیون داری حقوق میگیری، 1000 تا سمت و شغل دادی به فک و فامیلت، در فکر کنیم نیستی. نه این حرفا نیست، رای گرفتی، باید پاسخگوی ملت باشی.